آقا سلام، خیلی مخلصم. سلام ارادت. قراره 28 29 30 آقا برو کم زرت پرت کو بریم که داشته باشیم. آقا همونطور که داریم میبینید تعادل رنگا با هم یکسان نیست. مثلا قرمز نسبت به بقیه کمتره. اینو قرعه نشون میده که کی میتونه زودتر بادکنکی که بالا رو بترکونه اول بشه. اینه هم الان باید میگفتم نه تو جان؟ اینه هم باید میگفتم من مجری هم من افتخار آقای مجری. یه حرف برای جواب معلم دون عمره به ما نیست. تو اون امینی برو کمش بدم که امینی دادی از ترسه تو از امینی نمیترسی. من هیچ کس نمیترسم. هیچ کس نمیترسم. نمیترسی. نه داریم صحبت میکنیم آخه اهانت کرد. اهانت کرد؟ 20 دادی به این اصلا نوشتن بلده؟ 20 دادی؟ آقا به قید قرآن مشخص شد که چه کسایی چه رنگایی از بادکنکا میتره کنن و در نهایت شاید باورتون نشه به والله قسم بدون هیچ تبانی قرمز افتاد به من که از همه کمتره. راست میگم. یه بار تو زندگی شد و در نهایت آخرین بادکنک بالاتر با دارت بادکنک بادکنک برای اولین بار تونستم اول بشم. باورم نمیشه. هنوز دارم بادکنک می‌ترکم. حامد ذوقم بود یه بارم حامد برد عالی عالی. مرسی. افغان شدم را این مسابقه مهیج یه لوکیشن بسیار رویایی تو رامسر 3-2 با قرمزی؟ آره دوربینا رو بزن. آقا مرسی باش کن. یکی دیگه. آه. آه.
میخواست بگه که بعد شما رو سابسکرایب کنید. برو تو اونوری برو من اینوری. به نظرتان توی اوضاع بعد اقتصادی کی برنده ای 5 میلیون تومان بشنده میشه؟ میبینیمشان. میبینی؟ سه دو هنوز مردونگی هست. ما سالار خداحافظی میکنیم. سه دو حالا برو پشت این دوربین رو ببین. من با صندلی میرم. آقای مهدی رمزی هم خداحافظی کردیم و اما آقای من به بلا رو میبرم اصلا هیچ تقلبی نداریم. بریم سه دو یک. شما فکر میکنید کی برنده میشه؟ آقا این چیه؟ برو آقا سه دو اما فینالیستا هالیوود بین دو چغر دو بدبدن سه دو 5 میلیون پوله به هر حال این وضعیت زیاد من میگم آی داور بله دلم نیمونه داشت یدی خیلی به خدا جفتشون خیلی باشم آقا 5 سال آقا مهدی آره انگار من بود آقا مهدی. مبارک آقا اشتباهی دست بزنید خیلی بالا زحمت کشیدی نمیزنم میگم قسم بخورم که نمیزنم به نظر شما من میزنم نمیزنم میگم نمیزنم نمیزنی نمیزنم آما حالا هوا بگیر که چقدر هوا سرده عیب نداره پیش میاد داداش دستمون در
خدا حواسم نبود. حواسم نبود. ساعتش از زندگی سیرت میکنم. به خدا نمونده بود. شرمنده تمام. بله شرمنده که من زیاد جزیره زیبای کیش مسابقه فوق‌العاده مهیج. مسابقه داره به اوج هیجانش میرسه. 3-2 نمیشه که بودو سالا بودو چیه الان علی آقا داستان؟ آی معلم داستان قطعاً تیم حامد تبریزی برنده است. یه جا کارت زرد داشت آقای مهدی امینی، همزمان که سوار موتور شد با توپخونه‌ها رو نترکوند. ببخشید. و همزمان که سوار موتور شده بود داشت اعلام کردم قطعاً برنده مسابقه حامد تبریزی به خاطر اینه که از اول شما دقیقی کردید. سوار تو کارتون بود. سوار موتور شدی. سوار موتور شدی داشتی به درخواندی باید همونجا به درخواندی برگردید. کارت قرمز بده بهش اهانت کرده تو آورده کارت قرمز بده بهش کارت قرمز بده بهش کارت بده کارت بده اوه بگیر اون داور رو بگیر بگیرش بیار پایین بله یه خم دو خم میکنه من کارانو کردی نخواب میدم به دورت نگه عصبانی میشه میگم از یوتیوب اومدی یا از این اینستاگرام؟ اگه تو این اینستاگرام داری میبینی فالو کن، اگه یوتیوبه که سابسکرایب یادت نره. خیلی مخلصم. بندم. اوه یه آیتم 2 نفره بین آقا حامد و آقا مهدی که قراره تمام بادبادک‌ها بتونه کنن، حتی اگر یه دانه بمونه بازندن. بادکنک. بریم آقا. بادکنک. 3-2
یه کار را که کرد آن کرد که تمام کرد. چرا زیاد بود؟ With the Lord support. بالاخره وفا چرا؟ علی یه ما ببرم باریکن من جایزش هم بهش میدم یک توپ پینگ-پونگ طلایی اسمم روش نوشتم میخوام بیام بوست کنم توی تو سر بشه. خداحافظ شما خسته نباشید. چند حالا اینا قیمتش؟